بیننده باشین و جا داره که تشکری کنیم از کسایی که برنامه ما رو میبینن، لایک میکنن، کامنت میمونن و همچنان سابسکرایب میکنن. چیزی ننداختم دیگه، آدم مواد شکر انداختم، یک دم تخم مرغ هم داخلش انداختم دیگه، در پشت نانش سنجد زدم، کنجد. با مزیش ببینیم. مزیش بسم الله الرحمن الرحیم. که چه قسم آمده؟ خوب بشه راست بگو بسیار. عزیزای دل سلام، وقت شما بخیر. خدا کنه که در هر کجای دنیا که هستین خوش باشین، آرام باشین، سلامت باشین و روزای زمستانه به خوبی و خوشی در کنار فامیلای نازنینتان هم تو گرم و صمیمی سپری کنین. دوستا خوش آمدین به آشپزخانه من. امیدوار هستم که برنامه ما را تا آخر بیننده باشین و ما را تنها نمانین. عزیزای دل، ما بازم در آشپزخانه هستم. قرار است که یک غذا تیار کنم. گفتم چه خوب است که بلاگ هم داشته باشم و البته بلاگ به تنهایی شروع کردیم دوستا. بسیر جان نیست فعلا، چون بسیر جان تا حالی از جیم نامده. خواستم که خودم به تنهایی خود برنامه را شروع کنم و امیدوار هستم که شما مرا همراه باشین و مرا تنها نمانین تا آخر برنامه ما را بیننده باشین و جا داره که تشکری کنیم از کسایی که برنامه ما را میبینن، لایک میکنن، کامنت میمونن و همچنان سابسکرایب میکنن. دوستا چی حال دارین؟ خدا کنه که خوب باشین و روزه به خوبی و خوشی سپری کنین. عزیزا، من امروز خواستم که برای شب کمک یگان غذای نو پخته کنم. البته تجربه نو است، تجربه جدید است. قبلا من این غذا را پخته نکردیم، این دفعه اول است. خدا کنه که خوب بیایه و خرابی نشه، چون دفعه اولم است که این غذا را پخته میکنم و خدا کنه که خوبش بیایه. دوستا تصمیم دارم که امشب بولانی بادنجان سیاه پخته کنم دیگه. بسیر جانم امروز بادنجان سیاه را آورده بود دیگه. خواستم که ایره بورانی کنم. باز گفتم نه، بورانیش خود زیاد روغن میگیره، چون بسیر جانم روغن زیاد خوش نداره در غذا. به او خاطر گفتم اما خوب است که بورانی پخته میکنم که چه قسم چه قسمیه امی که روغن کم میداشته باشه. به او خاطر دیگه تصمیم گرفتم که بولانیش پخته کنم. باز بسیر جان گفت که صحیح سر رقم که خودت میفهمی و رقم پخته کن دیگه. ما تصمیم گرفتم دوستا که بولانیش پخته کنم. حالا دوستا من ایره امی بادنجان سیاه رو پوست میکنم که پوستایش دیگه بسیار با آسانی جدا میشه، قدر زیاد نمیکنه، چون خوب امی تو پوستایش بریان شده دیگه. این امی تو یک قوارگه که کشید بر خود. خدا کنه خوب بیایه. این که من که استرس دارم که خوب بیایه و بسیر جان خوشش بیایه دیگه. دوستا هوا خوب بسیار آلوده است، بسیار گرد و غبار و چیزا زیاد است. ساعتایتان متوجه باشین دوستا. بسیر جان امی 3 روز میشه که هیچ خوب نیست. اما تو ریزیش گرفته، میگه گلون ما سوخت داره، چشم ما میزنه. خب من برش میگم که یک ماکس خامخا ضروری است، ماکس بگی بر خودت دیگه. میگه من ماکس بگیرم چشمای ما چطور کنم؟ راست میگه دوستا، چشمایش چطور کنه؟ آینه چشمم خوب رای گرد و غبار چیزا رو نمیره. مجبور است دیگه این وقت شوک میه امو کوچه و چیزا سرکا بسیار گرد و غبار می باشه، بسیار مرداری و آلودگی هوا می باشه. به او خاطر تو نمیتونه دیگه زیاد چی همگی نمیتون مریض می باشن. شما هم دوستا متوجه ساعتایتان باشین که خدای نخواسته مریض نشین. اگه در این سیزن در این فصل کسی مریض شود خدای نخواسته به آسانی خوب نمیشه دیگه. بسیر جان نمی 3 روز از دوستا که باور کنین هم چشمایش هم بسیار خراب شده، هم صدایش سلفام میکنه، ریزیش هم گرفتیش. من برش دوا جور کردم، یک قسم دوا هست در جوش انداخته میشه برای جور کردم میتون خسر از اون نمیفهم
هیچ خوب نمیشه، چون کمک خوب میشه باز دوباره بیرون میره دیگه. در بیرون خب وضعیت ها بسیار خراب است، باز نمیشه. دوستای عزیز سلام، خوش آمدین در یک ولاگ جدید. امیدوار هستم صحت سلامت باشین دوستا. البته که ولاگ جان شروع کرده بود دیگه، من وقت آمدم چون ورزش رفته بودم، از جیم آمدم تا که می آمدم دیگه جان ولاگ شروع کرده بود و در برای من زنگ زد، گفت کمی زودتر هم بیا، یگان سودا هم راید بیار دیگه. ما که آمدم خانه تال ناوقت شده. خب دوستا چطور هستین؟ خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ چطور هستین امرای زمستان؟ ما خیلی میالی از بیرون که آمدم زیاد یخ بود و دیگه از طرف زمستان خودتان میفهمین که آب و هوای کابل هم زیاد گرد و غبار زیاد است دیگه، ایش گشتن نمیشه. ما خودم دوستا چند روز مریض هستم، گلولم هم گرفته، زکام هم مر گرفته، چشمای من میسوزه. ما چون امی از جیم که میبرایم دوستا ماسک خوب بیازم میپوشم و چشما میسوزه از این دود کابل. ما چون چه قسم دود هستی؟ امروز جانا گفتم خیلی پس یک چیم پیدا کنم، یک عینکم بر خود پیدا کنم که چشما نسوزه، دود مود چشمای من نروه. خب دوستا گپاق زیاد شد دیگه، ما آمدم فعلا بریم طرف آشپزخانه. جان چی میکنه؟ ما را خود زنگ زد بریم، گفتیم شا برای یک چیز اسپیشال پخته میکنم. این چیز اسپیشال چی است ببینیم که چی ما پخته میکنه. گفته دیگه یک چیزی است که تا حال خوردی خود تا در بین 1 سال 2 سال یک چیز بر جور نکردیم و چیز خاص است دیگه. بریم که چی جور میکنه دوستا، بیننده باشین. خب دوستا بریم طرف جان چطور هستی؟ دروازه رو چطور باز ماندی؟ چی میگی؟ بند کنم؟ چون بیرون دود است نه زیاد. دوستا میبینی بیرون هیچ از دیدن نیست. دوستا رو گفتم امشب جان برای یک چیز جور میکنه، آشپزی دیگه، آشپزی خاص است. این یک چیزی است که تا حالا ما دیر وقت شده که نخوردیم. دیر وقت شده که ما نخوردیم. تقریبا 1 سال 1 نیم سال میشه که ما نخوردیم. این گشنیج و دیگهش بانجان سیاه، این پیاز هم پخته. تفت دادی؟ خیلی خوب. این نمی تم میتونست مزه میکنه. سرش مساله مساله خودش سرش پرتی باز چکه باشه. من بیشتر بر دوستا گفتم بسیار جان بادنجان سیاه آورده بود، گفتم که یک دفعه گفتم میره بورانی بادنجان پخته کنم. باز گفتم بسیار جان خوب چربی رو خوش نداره چون سرخ میشه نه؟ سرخ میشه. دوستا رو گفتم باز تصمیم دارم که نوآوری یک تجربه نو است دیگه، چون ما قبلا یک چیز بر بسیار جان پخته نکردیم، به او خاطر یک تجربه نو است. گفتم باش که چه قسم میایه ام بسیار جان نوش جان کنه و بگویه بر ما دوستا چی میگه از این تجربه خود دوستا هم شریک بسازیم. این تجربه خود که امی بولانی بادنجان سیاه ما چه قسم میایه دیگه. تصمیم گرفتیم که امی بولانی بادنجان سیاه پخته کنم. البته کمک استرس هم دارم که خوبش میایه نه خوبش میایه دیگه نمیفهم. نمال از رنگش معلوم میشه که خیلی خوبش میاد. دوستا چی بولانی کچالو خورده، بولانی کدو خورده، بولانی چی میگه گندنه پیاز خوردیم دیگه. بولانی چی نخوردیم؟ بادنجان سیاه دیگه. ببینیم امشب اگه خوبش بود مزه‌دار بود دیگه، ما باز دوستا بدنت میشم دیگه، باز رفتم میخوایم مثل که دوستا پراتا نی. یک روز جان گفت پراتا، ما گفتم نه میخورم. ما تو که پراتا پخته کرد دوستا دیگه. از ما که پیش بسیار جان زد از شما که میشه صبح وقت ما که بیدار میشم خبر که روز جان میگم جان امروز
کدام کار خاص نداریم تعطیلیست دیگه. آه. دیگه خوب یک چای شیر من جور میکنم، خوب پراتا تو جور کن دیگه. حالا میگیری که من بخورم دوستا، باز معلوم میشه که چطورست مزهش. دیگه اگر مزهش خوبش بود دوستا شما را میگم، شما هم اینمی تو آشپزی برای خود کنید دیگه. اگر می تو دوستا اگر می تو هم نوش جان کنی و بسر جان میشه، چون میشه خیلی کلش پخته شده است. خوبش آمده. کلش پخته شده است و او خاطر دیگه ضرورت روغن هم نداره. شما دوستا دیدین که من اما بادنجان سیاه رو من صرف بریان کردم، پوستش گرفتم دیگه. پیازم ما صرف تفت دادیم، دبنش انداختیم، گشنیز هم بیاد، سبزیجات است دیگه. امشب کلا سبزیجات است. تنها چیزی که از به جای نان خشک از خمیر استفاده میکنیم دیگه. و در وقت پخته کردنشون دوستا براتون نشانم میدم دیگه. چی میگه، کوشش نهایی من میکنم که روغن زیاد نندازم، در روغن زیاد سرخ نشه. یا روغن نداره هیچ روغن نداره. خوبیش هیچ روغن نداره دیگه. در وقت پخته کردنشون کوشش میکنم که همین مایتابه کارای ما خیلی کم روغن داشته باشه که خدای نخواسته چی میگه اما 2.15 یک سی نشه، نه که بگویم چربی نمیخوریم ولی یک دفعه در روغن استار شده. چی یاد ما بود این بانجان سیاره سرزی گاز موندی ایت چی وردی نه؟ بیریان کردی. دوستا دیدم که من خودت نبودی دیگه، من بلاگ شروع کردم. خب دی اینجا جور میکنی؟ یا دیگه این کمک خود میاد. خوردنی؟ دی خود کمک کلام باشه. این دفعه که جان چکر رفتیم حالا خب پراتا زیاد برای مجور میکنی نی؟ اما تو خوبیش دیگه باز ولاگ میگیریم، دوستارم نشان میتیم. یک دانه بر چی میگیرم؟ چی میگه اوره؟ نه کرایی خوب چخور است. چی میگن؟ اینا تاوه میگه چی میگه؟ من خوب چیز خوب میگفت، ما یادم رفته. او کلان است نی؟ هرچی که میگفت دیگه. خب بس جانی را میمانیم که یخ شوه. سیز یک کمک سرد شوه. دوستان گفتن همونه که من خمیرش کردیم، خمیرش ماندیم رسیدم، حالا من میرم زغاله میکنم. باز بخیر در وقت پخته کردنش حتما ویدیو میگیریم. در نظر من پراتا پخته میکنی. دوستا دیگه بخیر کم کم شروع کردیم، چون بسر جان زیاد گوش نشده دیگه. من را بخیر گفته رئیس که چه تر میشه دیگه. کم کم بخیر شروع میکنیم در چی؟ در کردنش که چه قسم میایی بخیر. دوستا حتما در کامنت ها بر ما بگوین که آیا کدام وقت شما بولانی بادنجان سیاه پخته کردین یا نه. اگر نکردین دوستا یک دفعه تجربه کنین مثل ما وریم شو. اگر خوب آمد خراب آمد خو نمیه یک چیزی حتما تجربه کنین. واقعا دیگه باشه که دوستا نشان میتونم که از این والا بولانی خوبش میه. من سعی میکنم بهترین بولانی میه. کار با خدا دیگه که خوبش به ولی خود دوستا خوبش بیاید. خب بیخی خوب من خوشحال میشم. این قوام بشه بسیر خدا چی کردم که معمر دمیشه یک چیز خاص بخورم. من دوستا رو گفتم باش تو که این معلوم شوه که این چیزی که تعریف میکنی نه بولانی را از این مطال نخوردیم هم دیگه باز معلوم میشه که خوبیش هست یا نیست. والا دوستا اگر راست پرسان کنین بسر جان خود ما نخوردیم نه. ما نخوردیم اینمی تجربه اول است که همراه دوستا و همراه خود ما امتحان میکنیم که چه قسم میاد. نه خوبش میایه دیگه توکل با خدا خوبش به یک سر مخنده نکنی. جان تو ناکی میگفتی که این رقم است من اینی تو اسپیشال برد پخته میکنیم میخواه یه چیزا نبوده. یه رقم بولانی را ای تو جور میکنه. سیگوشن؟ ای تو خوبش هست؟ جور میکنم از اون برد. نه همی خوب هست. نه قسم خوش داری من پخته میکنم. قسیش نشه خب؟ اگه نه توی یک رقم هست. او شبیش بدنه بولانی سیگوشن.
کدام چیز خاص نداره که او مزه زیاد این مزهش نیست. نه اون تو خونه آه. نان در نانبایی پخته میکنه در رقم ستایل نان. دیگه اگر نه کلشان خمیره. کلشان خمیره. کلشان خمیره. خیلی بازم بخاطر دل تو. یعنی من سیبوشم. نه کجا. دوستا خیلی دیر بعد ما بولانی میخورم. بولانی زیاد دیر شده که نخوردیم دیگه. امشب دیگه بولانی رو نوش جان میکنم. امشب دیگه نوش جان میکنه که چه قسمیه. یکم دفعه می بولانی چیزا دوستا جمله اوسانه میرنی بولانی آشک و منتو تو چیزا جمله اوسانه میرن که یکم دفعه خوب است. آدم اوسانه رو نوش جان کنه بیره پخته کنه بخوره. اگر این جان ما بولانی خوش ندارم نه خودت میفهمی. خب این بولانی که از داخلش بانجانزی است دیگه این خوشم میه. دیگه خدا کنه که میشم نکمه که خوبتر بیه که اما ارزش داشته باشه که من تو قدر منتظر نه خوبش میه. خیلی تو پخته کن دیگه که پخته شد باز من بینندار نشان میتونم که چی قسم آمده. بسیار این دوستا دیگه بولانی بانجانسی ها تیار شد. به به زیاد خوشمزه است. از خاطر تو کم روغن پخته که مگه قواره بولانی در روغن خیلی خب خوش میاد. چی میگی؟ پشت قوارهش نه اگر مقصد مزدار باشه خیلی خوبش. دیگه وقتی که نوشان کنم باز معلوم میشه. دیگه باز وقت مزیش معلوم میشه چه قسم است؟ چه قسم آمدن نه؟ این که مایتابه خشک مایی رو پخته میکنیم دیگه خانهش آمده بود خوبش میاد که داشت خوب بود. داشت پخته. این روغن به کم بندازی؟ روغنش نیست دیگه خدا نموقع کم روی ازی چپ شود خلاص دیگه. شاید معلوم شده تصویر. نه این پس اگر روغن اینال زیاد پرکنی هر دفعه هم یک دانه بولانی تمام روغن کش میکنه نه؟ دیگه دوستا روغن اگه ما جان بخوریم دیگه و ازش ما چی فایده نداره دیگه ایش دیگه. یعنی نمیخوریم ما خوش نداریم روغن زیاد. اینمی من تا فکر میکنم اینجا در افغانستان که زیاد مردم فشار داره مریضی فشار داره فشار زیاد است این طبیعی است. اینمی بولانی چرب خوردن است. ما تو بولانی پخته کردیم ببین چرب نیست یه هم بولانی نیست. دوستا یک قصه کنم براتون. یک جای رفته بودیم ما با سجان یک جای رفته بودیم باز من گفتم که خیمشه خودت یگان چیز پخته که بر ما گفتم صحیح 1000 دفعه. یه وقت روغن انداختن یک نفر آمد سعی کرد گفتم این روغن مندازی من گفتم این بحث است دیگه زیاد است. وی بخی روغن در حساب انداختی قسم روغن نبر تو. گفتم خیلی چقدر بندازم همین کفگیرا که هست بسیار جان اینو به کفگیر یکی گرفتن انداخت داخل از من گفتم خب یک روغن خیلی از اینا نمیخوام. نه تو شود دیگه کمچر خوردید بخی عادت کردید تو خوب از نه او بیچاره مقامت نیست نمیفهمه اینا دوستا کسی که نفهمه خب خرج میکنن چرب خوردن خوب است. زیادتریا هستن که میگن خب مثلا میدن نه میگه در جوانی که یقدر تو دیگه احتیاط کنی در پیری چی میشه خب از جوانی که احتیاط شود دیگه در پیری هم هیچ مشکلی برادم پیش نمیشه. تو کس خیلی در جوانی بریم از کوه خود تا پایین پردنگی نمیمریم. نه من خودم در مجلس دیدیم بسیار جان امی غذاش هم که چرب نبوده یا کمک روغن نداشتن گفتم کمک روغن بنداز یا کمک چرب کن
دیگه گله نیست، مردم راست این میگم. سالا خوردن خودشون آه. نوشجان کردن عادت کردن دیگه. اه. اینا رو دیگه اختیاری برای هر کس مربوط بشه خودش میشه نی؟ مربوط خودش میشه که چرب میخورن کم چرب میخورن. مثل ما خودت که خوش نداریم ما کم چرب غذای ماست، کسایی هستن که خوش دارن دیگه با باز کم چرب خوردن نمیتونن. کم چرب نمیتونن. دیگه در حقیقت شاید دوستا ببینین همین غذای کم چرب واقعا صحی هستن، خوبش هست، خوب است. دیگه روغنای هم دیگه خدا میفهمه که از چی جور میشه. چند دانه دیگه مونده جان؟ با اندازه هم جور یک دو خب. سه تا دیگه مونده. سه. خب جان دیگه چی کارت مونده؟ خلاص شد دیگه؟ دیگه بخیر خلاص شد. همین یک دانه مونده. یک دانه مونده. ایرم در دیگه دیزاین پخته کردی. این همی پراتا وری معلوم میشه. پراتاست؟ آه. شاید باشه دیگه. خب این سپیشال چی است داخل از چی؟ ما پیشتر دیدم که بینندارم بود داخل از چی میکس کردی. داخل از این چیز نانداختم دیگه، اونم مواد شکل انداختم، یک دانه تخم مرغ هم داخلش انداختم. اوه. دیگه در پشت نانش سنجید زدم. کنجد. کنجد. کنجد زدم دیگه. دیگه خواهد. نیو دیگه داخل از تخم مرغ هم پخته شده. دیگه تخم مرغ هم پخته شده. باشه ببینیم چه قسم میگه. دوستان راشه بگی خیلی چیز سپیشال آمده چون گندانه نیستی این نه گندانه است نه کچالوس داخل ازی بانجان سیاست که دیگه قسم مزه میده دیگه از رنگ خود از بویش هم معلوم میشه دیگه چیز سپیشال آمده الان که بیشتر دیگه چتنی هم مجور کردم دوستان اینجا دیگه بخیر باز که چتنی یک جای نوشجان کنیم روی چتنی یک جای باز نوشجان شما وقت مزهش باز کارت خلاص جان دیگه با برو من دسترخوان رو اتاق شروع کنم. سیس. دیگه بسیار جان نوشجانی کنیم چه قسم آمده. دوستا ملیزی زیاد شده. به نظرم جان گلوم تو هم چی میکنه؟ من کمک دیگه درد نرفم. میکنه. از من نگرفته باشه. شکم نیست. از من نگرفته باشه. میگیره نی؟ این ویروس خانه یک نفر که بگیره نی؟ باز هر کسی که پولش بشینه نان بخورن قصه کنن دیگه حتما دوم نفر میگیره. راست میگی. خب امیدوار هستم که دستکام نگیره. خداوند هم اگر نگاه کنه از مریضی ها دیگه دوستا اینه دیگه از نام بولانی تیار شد. با مزیش ببینم. تو مزیش بسم الله الرحمن الرحیم. که چه قسم آمده؟ خوب بشه. راست بگو بسیر شد. نیوان خیلی خوب بشه. بسم الله. دور از زلتان دوستا دیگه جایتان خالی. واقعا خوبش اومده. خوب اومده. چتنی زود تخت شده. برای کسایی که دوستا پریز هستن یا بهترین چیز است. بهترین. والا. دیگه نیستین که ببینین که دوستا همه تو خشک روغن در خود نگرفته همه تو. باز داخلش پیاز هم خوب زیاد انداختی دیگه من خوش دارم زیاد. پیاز انداختم داخلش. دوستای مزه چی میته؟ این دیگه غذای افغانی نیست، بولانی نیست، گنده نهاره. خیلی مزه متفاوت خوبیش. باش که سپیشال تواس کنیم که. سپیشال؟ چه قسم اومده؟ سپیشال داخلش تخم مرغ هم هست نه؟ دیگه. واو زردیش سهی پخته نشده. چی میگی؟ میبینی؟ این زردیش هم مانده. این تو مزیش هست. بگی بخور دیگه نجار کن. من این نمیر بخورم و باز اوره. همین کسایی که ورزش میکنن نه؟ نشنیدیم نمیفهم که تا چه راست است و دروغ است. دیگه میگه همی تخم مرغ که پخته میشه همین زردیش که کمک خانبان خوب است.
نیک پرخام باشه. پرخام هم میخورن؟ آه چه نسوسی؟ والا یه بیخی دیگه دیگه لذیذ هم نیشم میکنه. خیلی خوبیش. او خیلی مزه داره آمده. بگی خیلی میرتون نوش جان. ها. باش ما تو ده هم خوردن من این دوستان. دوستا نزدیک نیستن دیگه. اگر کنم دوستا خواهش کنه که بیای میمان دیگه خانه بیای میمان بر جور میکنه. قدم هایشون روی چشما. حالا دوستا از مزه ازی مطمئن شدم دیگه برتان پیشنهاد میکنم که در خانه یک دفعه تیار کنین برتان نوش جان کنین دیگه از مزیش خوشتان میایه دیگه این میشه از جمله یکی از غذای دیگه که میتونین پخته کنین در خانه تان نوش جان کنین خوبش میایه. خب وقت آمده چون که امروز دوستا خداحافظی کنیم. دیگه ویدیوی ما وقت زیاد نگیریم. دیگه نوش جان کور خودت. تو خدافزی کن خیمه. عزیزای دلم نازنینا دیگه تشکر از اینکه تا ایدم بیننده برنامه ما بودین. انشالله که برنامه ما خوشتان آمده باشه و منتظر نظریات نیک شما هستیم عزیزان. دیگه تا برنامه بعدی شما رو به علای بینیاز میسپارم. متوجه صحتایتان باشین. در کنار فامیلایتان وقت به خوبی و خوش سپری کنین. شما را به علا میسپارم. خدا نگهدار. دیگه تو خداحافظی کردی جان من خداحافظی کنم. دیگه یک دقیقه خدا آرام گرفتم. من دیگه خدافزی. بله دوستا این بود بلاگ امروز ما. امروز نه بلکه شب است ولی دیگه خستم زیاد هستیم امروز مصروفیات زیاد بود آمدم خانه دیگه فعلا اینم اینجا شدیم دیگه همین تو جان آشپزی کرده غذای خوشمزه شد لذت چه میبریم دیگه تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتان خداحافظ.